ویژگی‌های فاشیسم و شباهت زیادش با جریان‌های سلطنت طلبی و مشروطه. فاشیسم نوعی از سیستم فکری حکومتی است که بر خودکفا بودن ملی، اتحاد و یکپارچگی اجتماعی و قدرت قوی مرکزی یا اقتدار تأکید می‌کند و معمولاً با نژاد پرستی، سرکوب دموکراسی و سیاست استبدادی همراه است. اما معنای دقیق آن بسته به زمینه و خاستگاه قابل تغییر است و دارای ویژگی‌ها و تفاوت‌های خاص خود هستند. از این رو این توصیف ممکن است در بعضی موارد مورد بحث قرار گیرد، اما همگی دارای عناصر پایه‌ای و مشترک از پارامترهای فاشیسم هستند که تغییر ناپذیر است، یعنی قدرت مطلق، تکفکری و ملیگرایی افراطی. برخی از ویژگی‌های متداول ادبیات و گفتاری فاشیسم عبارتند از: 1. استفاده از زبان ساده و مستقیم. برای برقراری ارتباط با جمعیت و جذب حمایت‌ها، فاشیست‌ها معمولاً از زبانی ساده و مستقیم استفاده می‌کنند. 2. ایجاد دشمن مشترک یا فرضی. این یک تکنیک رایج در پروپاگاندای فاشیستی است که اغلب به صورت ایجاد تصویری از یک دشمن خارجی یا داخلی که باعث تهدید یکپارچگی ملی، امنیت ملی و تمامیت ارضی است به کار برده می شود و برای اجماع عمومی و توجیه اقتدا از خدا، شاه یا میهن استفاده می کنند. 3. تأکید بر قدرت ملی گرایی. به طور مشترک تمام فاشیست‌ها بر قدرت، اتحاد و یکپارچگی ملی و ملی گرایی تأکید ویژه‌ای دارند. 4. تکفکری. فاشیست‌ها اغلب از زبانی استفاده می‌کنند که تکفکری را ترویج می‌کنند و هر گونه اختلاف نظر یا انتقاد را رد می‌کنند. حال با توجه به اشتراکات و تفاوت‌های فاشیسم بسته به زمینه و خاستگاه، آیا جریان فعلی سلطنت طلب با تمام طیف‌های مطلقه و مشروطه و همچنین جمهوری خواهان متمرکزگرا با سیاست انکار دارای ویژگی‌ها و شباهت گفتمانی فاشیسم نیستند؟ برای یافتن پاسخ به این پرسش در توییتر اکانت حسین مطلبی تحت عنوان ویژگی‌های فاشیسم و شباهت آن با جریان سلطنت طلبی را همرسانی نمودند که به اشکالی میتوان پاسخ سوال را در این مطلب یافت. ویژگی‌های فاشیسم و شباهت زیادش با جریان فعلی سلطنت طلبی، واقعی و سایبری. 1. ملیگرایی افراطی و شونیسم و تعصب زیاد بر نمادها، ایران شهری، بازگشت به تمدن 2500 ساله، حمله به بقیه با بهانه قرار دادن پرچم شیر و خورشید. 2. دشمن تراشی و دشمن هراسی، 57، چپول، تجزیه طلب و خیلی چیزای دیگه. 3. لومپنیسم و سرکوب، حمله های سازماندهی شده به فعالین و فحاشی و تهمت و تهدید برای ساکت کردن. 4. روشنفکر ستیزی، حمله به امثال آرش جودکی، فرج سرکوهی و دیگر اساتید دانشگاه و نویسندگان و هنرمندان. 5. پروپاگاندا و سانسور، طوفان توییتری برای بایکوت ایران اینترنشنال. 6. مقدس سازی از رهبر، بگو شاهزاده دهنت عادت کنه، دوران پهلوی ها برگ زرینی از تاریخ ایران بود و هیچ انتقادی بهش وارد نیست. 7. نگاه مرد سالارانه و مبتنی بر تبعیض جنسیتی، تأکید بر مرد میهن آبادی و تأکید بر انقلاب ملی به جای انقلاب زن زندگی آزادی، توجیه تعرض جنسی، فحشای جنسی، هوموفوبیا، کم اهمیت انگاشتن مبارزه با حجاب اجباری. 8. دشمنی با طبقه کارگر و سازمانهای کارگری، چپ هرگز نفهمید، شعار مرگ بر چپی، مسخره کردن منشور کارگری، عدم تعهد به حقوق بشر، توجیه شکنجه با سفیدشویی امثال پرویز ثابتی، طرفداری از مجازات اعدام، مشکل شاه این بود که کم کشت و خیلی چیزای دیگه.
اما راه مقابله با فاشیسم و جلوگیری از بازتولید دیکتاتوری و استبداد در آینده سیاسی ایران چیست؟ دکتر ناصر باباخانی در توییتی به تاریخ 29 می 2023 چنین راه حلی برای مقابله با گفتمان فاشیستی و ایجاد مانع در بازتولید تمامیت خواهی را پیشنهاد می‌کنند. گفتمان مشترک و فراگیر ملت‌های ساکن ایران در مقابل استبداد و دیکتاتوری تنها راه رسیدن به سروری سیاسی این مردمان است. طبیعی است جریانات مختلف فاشیستی در صدد ایجاد شکاف در میان ملت‌ها باشند، اما پذیرفتن تفاوت‌ها و داشتن انعطاف توسط همین ملت‌ها می‌تواند تیر جریانات تمامیت‌خواه را به سنگ بزند. فرید اکرادی در مقاله‌ای تحت عنوان تفکرات فاشیسم و تعریف آن در تاریخ 100 ساله ایران در دو دوره سلطنت پهلوی و حکومت جمهوری اسلامی به اشتراک ادبیات گفتمانی فاشیست اشاره می‌کند. همگی آنان در ادبیات گفتاری یا همان شیوه زبانی و روش‌های بیانی برای جذب حد اکثری توده‌های سرگردان و آشفته و ناپرسشگر اشتراک گفتاری دارند. به عبارتی با استفاده از افسانه‌ها و نمادهای ملی مبهم، پروپاگاندا و قدرت پیشوا یا رهبر و بیان عمومی از طریق تحریک احساسات توده‌ها سعی در تحمیق و جذب حد اکثری دارند.